سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. امروز سه‌شنبه 17 اوگوست. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز. 25,000 سومونی به جیب دولت بر عوض خدمت در ارتش. تاجیکستان نرخ خدمت آلترناتیوی را معین کرد. خیلی شب با همون جوانی کمبغل با سرانو رفته خدمت نکنن. افغان‌های مقیم امریکا از کاخ سفید طلب دارند که نگذارد طالبان افغانستان را به عصر سنگ برگرداند. فقط 2 ماه طالبان در بر میگیره که تمام افغانستان تحت تصرف خود در بیارن. دادگاه در کولاب خانه پدر را به دختر داد. زوجه بی‌زبان او با 4 طفل در کوچه به خانواده درماند. زنه کفاند فریب کردن، هر شکل کردن، آوردن امی دختر امی مسافر. حکومت تاجیکستان ارزش خدمت آلترناتیوی در ارتش را که 1 ماه است معین کرد. همکنون جوانان سنی از 18 تا 27 ساله با پرداخت 25,200 سومانی می توانند دوره های آموزشی 1 ماه را سپری کرده بلیت حربی به دست دارند. ضمناً تا موسم نوی دعوت خدمت در ارتش تاجیکستان 2 هفته دیگر باقی ماند. ساکنان در تاجیکستان این تصمیم حکومت را چگونه پذیرفتند؟ علیشیر ظریفی از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد. اعلان حجم مبلغ خدمت حربی آلترناتیوی که 25,200 سومانی را تشکیل می‌دهد، واکنش‌های گوناگونی را به میان گذاشت. با گذشت 6 ماه از قبول قانون درباره عهده‌داری حربی و خدمت حربی، حکومت با صدور یک قرار حجم این مبلغ را معین کرد. بر اساس این طرح قانون همساله تا 10% جوانان سنی خدمت به ارتش جلب شده، آنهایی که نمی‌خواهند خدمت کنند با پرداخت مبلغ و تمرین 1 ماهه صاحب بلیت حربی خواهند شد. چون این مقررات به نظر بعضی حقوقشناسان و فعالان جامعه به سطح کسبیت ارتش تاثیر منفی می‌گذارد. مسئله را باید گذاشتن در کار که به طریق کنترکتی، به طریق شرطنامه‌ای جلب کردن جوانان بیکار تا 30-35 ساله 40 ساله. اگر مثل فدراسیون روسیه به طریق شرطنامه‌ای به دعوت کنن به صف‌های ارتش جمهوری تاجیکستان، این خوب میشد، زیرا که مردم بیکار، جوانان بیکار به کسبیت داده میشدن، به کسبیت حمایه وطن مادر. این حقوقشناس برای این نظر است که چنین نوع خدمت آلترناتیوی به بندوباری‌های بیشتری را به میان می‌آورد. آدمایی که امکانیت دارند، آدمایی که میبخشید درآمدی مفت دارند، آدمانی که مثال بگن که از حساب دیگران زندگانی میکنن، این امکانیت دارند. با فایده به چه میشود؟ با هم آدمایی که قانون شکنند، آدمی که عادی است و قانون رعایت میکند و این خیلی امکانیت ندارد. چون این ادعا را نمایندگان وزارت دفاع تاجیکستان به اساس خوانده، تاکید میکنند که شفافیت در پرداخت مبلغ خدمت حربی تامین می شود. مسئولان این نهاد در پی قبول قانونی بحث برانگیز خدمت حربی بارها از آن حمایت کرده گفتند که این طرح به سطح و صفت ارتش و جلب جوانان به آن مساعدت میکند. یک پرسش رادیوی آزادی در خیابان‌های شهر دوشنبه نشان داد که ساکنان در مورد تغییرات اخیر از جمله مبلغ خدمت آلترناتیوی نظرهای گوناگون دارند. برای تاجیک ما در کار باشه 100,000 هم یافت میشه. چه پول دادن، رسوت کردن، وای کنن، بروان خدمت کنن با وطن، و بهتر خوبتر میشه. از یک طرف همین برای اونجا رفته کلتک نخورن و معیوب نشون گفته بسیار پدر مادر میخوان که همین پول سپارن و فرزندم وای نکند، خدمت نکند. این آسان‌تر ده. من چند تا آدمای آوردن، مرده‌ش آوردن، فرزندای معیوب کرده آوردن. همون با میترسد پدر مادر رو. ایدم بسیار پولش ایدم بسیار بردارن یا تماما به پولش کنن. خوبترش همیشه. چون که خیلی شب با همون جوانی کمبغل با سرانو رفته خدمت نکنن. هیچی نمیشه. همه گنده میگردد. لیکن کمتر مسافری فهمن، خدمت کنن، کمتر عقلشون میدارد. من همین خیلی فکر میکنم. موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها باز داغ میماند. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان، مهترسالاری و مرگ جوانان در قسم‌های حربی از سبب‌های اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می‌شود. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن از قرار بیرونشوی نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان حمایت کرد. روز 16 آگوست در اولین واکنش به اشغال کابل از طرف طالبان او گفت آمریکا به نظامیان افغانستان تمامی وسیله‌های ضروری برای پیروزی بر جنگجویان را تامین کرده بود. بایدن افزود منفعت ملی واشنگتن در افغانستان به طور اصولی جلوگیری از حمله‌های تروریستی بالای ایالات متحده آمریکا بوده است، نه بنیاد دولت. روز یکشنبه در روبروی قصر سفید افغان‌های مقیم ایالات متحده آمریکا گردی همایی دایر نموده طلب کردند که واشنگتن اشغال کابل از طرف طالبان را محکوم کند. در این باره خبرنگاری صدای آمریکا فرخنده پیمان گزارش تهیه کرده است که همکارم میرزا نبی خالقزاد آن را پیشکش می‌کند. افغان‌ها در نزد قصر سفید جمع شده از حکومت ایالات متحده آمریکا خواستند که اشغال کابل از طرف طالبان را محکوم کند. افراطیت رفت، همه با هم آمدیم تا صدای خود را بلند کنیم، حداقل کاری که میتونیم برای افغانستان و مردم خود بکنیم. شام یکشنبه پرزیدنت افغانستان اشرف غنی فرار کرد و حکومت این کشور فرو پاشیده طالبان کابل را تحت تصرف درآوردند. جمع آمدگان میگویند از سرنوشت مردم در زیر حکم طالبان نگران هستند. همین لحظه که می ایستادم قلبم درد میکنه، قلبم فقان میکشه برای مردم افغانستان، قلبم درد میکنه برای زنهای افغانستان، برای کودکان افغانستان. این خانم می‌افزاید طالبان در یک مدت کوتاه تمام دستاوردهای سالهای اخیر را پاک میکنند و فقط تمام زحمات 20 سال به دو ماه از بین میره. فقط 2 ماه طالبان را در بر میگیره که تمام افغانستان تحت تصرف خود در بیارن و چیز دیگه که مرا اذیت میکنه اینه که جامعه جهانی در این مقابل تماما ساکت هست. به عقیده جمع آمدگان بیرونشوی با سرعت نیروهای آمریکایی از افغانستان باعث سکوت حکومت افغانستان شد. آنها از جامعه جهانی درخواست بودند که به افغانها کمک کند. ما ازشان خواهش میکنیم که به مردم بدبخت بیچاره که در 40 سال جنگ بودن بتونن کمک های برشان انجام بدن و نمانن اتفاقی که 20 چند سال پیش افتاد دوباره از اول سرشان بیفتد. ایالات متحده آمریکا برای بیرون برآوردن آمریکایی‌ها و همکاران افغانی آنها از افغانستان نزدیک 6000 سرباز را به این کشور ارسال نمودند. اکادمی علم‌های تاجیکستان با شرکت کیهان‌آوردی روسیه روسکاسموس به توافق رسیدند که از رصدخانه‌های تاجیکستان مشترکاً استفاده کنند. فرهاد رحیمی پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان با دمیتری راگوزین رئیس روسکاسموس در مسکو در این رابطه دیدار و ملاقات داشته است. در بیانیه‌ای که اداره روسکاسموس روز 16 آگوست نشر کرد گفته می‌شود در این همایش جانب‌ها به موافقه رسیدند که از امکانات دوربین‌های رصدخانه‌های حصار و دیولاخ در دنقره تاجیکستان برای مشاهده‌های کیهان استفاده خواهند کرد. تاجیکستان در عوض از امکانات عکس و نواربرداری ماهواره‌های کیهانی روسیه به منفعت رشد اقتصادی و اجتماعی خود استفاده کردنی است. دادگاه در شهر کولوب بحث منزلی را که از پدر میراث مانده بود با فایده دختر بزرگش حل کرد. ذوالقدماه عبدالرحمن و زوجه مراد کوگاکوف که فوتیده و از او این خانه میراث مانده بود همکنون با 4 طفل در کوچه مانده است و سرپناه ندارد. همسایه های این خانواده میگویند از حکم دادگاه در عجب ماندند که طفلان خردسال را از خانه محروم کرده و با فایده دختر کلانی حکم صادر کرد. پیچ و تاب این قضیه در گزارش همکارم محمود جان رحمتزاده از شهر کولوب. ذوالقدماه عبدالرحمنова زبانی گویا ندارد تا احوالش را شرح دهد. چشمان اشکبار کودکان خفته در خرابزار درد او را بازگو میکنند. او معیوب گروه دویم است. هفته پیش از منزل راندند که 10 سال سرپناه او طفلانش بود.
حالا جایی برای رفتن ندارد. با 4 طفلش کنار منزل پیشینه‌اش را مکان زیست کرده است. یگان جای ایست نداره ای بیچاره. کم زنه کفند فریب کردن، سر شتیل کردن، آوردنی ند. امی دختری امی مسافر های مطرح نگاه میکنه. مشکلی ذوالقدما پس از آن آغاز شد که مراد کوگاکوف شوهرش فوتید و دختراندرش برای بیرون کردن او از منزل زیست به دادگاه شکایت برد. رادیوی آزادی در این باره گزارش داده بود. دادگاه کلاب به عرضهای به تکرار این زنیگون گوش نداد و بدون آنکه مکان زیستی او را ببیند قرار برآورد که ذوالقدما از این مکان بازور رانده شود. این صحنه بازور برآوردن ذوالقدما و کودکان او را همسایه‌ها به نوار گرفتند. در دادگاه کلاب اعتراف کردند که هیچگاه مکان مورد بحث را ندیده اند و تنها بر پایه سندهای حکم برآوردند که دختراندر این زن پیشنهاد کرده است. ذوالقدما با برزه دولتی اگر خدمت مسئول با مراجعه کردن و این مسئول کردن بنابراین که تعینات زیست نکنه شروط تنظیمی دعوا رد کردن. دادگاه این مکان را در حال منزل زیست نمی‌داند که در آنجا ذوالقدما زیاده از 10 سال به این سو زندگی کرده است. حالا میجگانه مرادزاده دختراندر او اینجا به سر میبرد. تنها همسایه‌ها هستند که به این زن کمک میکنند. من نمیدونم که فرزند نابالغ او را باید نگاه کنند یا که شخصی به بلاغت رسیده. شخصی که به بلاغت رسیده قوه کاری داره. تو او 40-50 ساله است. او قوه کاری داره. او یک خانه پدرش فروختگی است. به عدالتی نسبتی شخصای معیوب. حالا ذوالقدما با 4 طفلش رو به رحم آنها مانده است و نمیداند کجا رود. 2 فرزندش از شوهر اولش و 2 فرزند دیگرش از مراد کوگاکوف پدر میجگانه مرادزاده یعنی برادر و خواهر اویند. میجگانه به جز تهدید و زورگویی به سوی خبرنگار نخواست در نزد دوربین قضیه را شهر دهد. تهدید او هم این بود که خبرنگار اغوا انداز است و از بالای کار خبرنگار به دادستان شکایت میکند. تا 1 هفته پیش ذوالقدما در اینجا زندگی میکرد و 1 هفته پیش دختراندرش میجگانه مرادزاده او را از خانه پیش کرد و حالا میجگانه مرادزاده در همین مکان زندگی میکند. ذوالقدما از این طرف خانه اون طرف خانه با کودک‌هایش زندگی میکند که 2 دختری 1 پسر و 1 دختری ذوالقدما از خودی پدری میجگانه مرادزاده هست. ذوالقدما عبدالرحمنوف 49 سال دارد. سال 2010 با مراد کوگاکوف مردی که از او 30 سال بزرگتر بود ازدواج کرد. همسایگان هم میگویند که این ازدواج را خود میجگانه تشکیل و برپا کرده بود. با گفته همسایه‌ها ذوالقدما در این 10 سال خرابازاری را آباد کرد که اکنون مال میجگانه شد. آنها حیرانند که چرا همه یکجا اینجا زندگی کردن نمیتوانند و نگرانند که با آمدن فصل سرد این زن و کودکانش کجا میرفته باشند. محمود جان رحمتزاده، آزادی کلاب. حدود 50 ساکنی ناحیه آلملیق ولایت تاشکند ازبکستان بعد استعمال یخماس زهرآلود شدند. این خبر را 16 اوگوست در حکومت آلملیق تصدیق کردند. بنابر اطلاع رسمی 36 ساکنی آلملیق با نشانه‌های زهرآلودشوی به بیمارخانه‌های کسالی‌های سرایتی ناحیه انتقال یافتند. روز 15 اوگوست وضع 31 تن آنها بهبود یافته از بیمارخانه رخصت شدند. 5 تن دیگر طبابت را ادامه می دهند. وضع آنها معتدل ارزیابی می شود. بجز این 13 ساکنی دیگر این ناحیه که آنها نیز از یخماس زهرآلود شده بودند در بیمارستان شهری آهنگران ولایت تاشکند بستری شدند. طبیبان وضع آنها را وزن میانه می نامند. در حال حاضر نمایندگان نهادهای دخلدار حادثه را تحقیق دارند. و بیننده ارجمند، وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا با پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیوی آزادی CW azadi.org مطالعه کنید. گزارش های ویدیویی در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته شدند. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.